بله، یه خانم که هست اسمشان هستن الیزابت و من در نمایشگاهشان رفته بودم. بیایم بریم که ببینیم آثار هنریشانه. با ما باشیم. هلو گوتن مورگن دوستای عزیز، صبحتان بخیر. امروز یک صبح بسیار خوب است به نظر من و تمام چیز بسیار خوب و خوش پیش میره، احساس میکنم، یعنی مثل هر روز دیگه. و امروز میخوایم که برم در یک نمایشگاه نقاشی هست از یک هنرمند بسیار خوب از یک هنرمند بسیار خوب است، یک هنرمند آلمانی است و میریم ببینیمش. پس از اول تا آخر با من باشین و ویدیو را تماشا بکنین. بریم دیگه. 1 2 3. خود دوستای عزیز، تا حالا شنیده بودین که الماس چقدر درخشش داره؟ تا حالا شنیده بودین که چقدر ارزش داره؟ ولی تا حالا نشنیده بودین که کسی یک الماس نقاشی بکنه. و وقتی که این نقاشی روی دیوار بود، این ویدیو از دور است، شما نمیتونین جزئیاتش ببینین. از او خاطر فکر میکنین که چرا من اینجا اول راه رفتم، بعد نشستم، بعد دقیق سائل کردم و به نظرتون شاید بیایه که چقدر کارهای فکر میکنه فایقه و چقدر نقاشی بی‌معنی است. اما اصلا اینطور نیست. این خودتون میدونین که انگشتر، وقتی مال براتون یک نمونه عکس از انگشترم میمونم اینجا، انگشتر الماس ببینین، دقیق خود اونمو الماس نقاشی کرده بود، درخشش خود الماس نقاشی کرده بود. الماس های رنگی، آبی، قرمز، سبز، سفید، کلگیش نقاشی کرده بود و خیلی قشنگ بود. هر چقدر که زیادتر میشیشتی و هر چقدر نزدیکتر میشدی، اما قدر میتونستی جزئیات بیشتر ازش ببینی و اما قدر درکت بیشتر میشد که واقعا یک الماس است روی دیوار و یا یک نقاشی است روی دیوار. الیزابت یک هنرمند بسیار موفق است که در نشان دادن زیبایی و مقبولی و خودش میگه من همیشه دوست دارم که تمام چیزایی را که میبینم زیبایی و مقبولیش نشان بدم و همونطورم که متوجه هستین قدر جواهرات زیبا نقاشی کرده که آدم فکر میکنه که همینجا میتونید لمس بکنی و احساس بکنیشه و خیلی هم با جزئیاتی کار انجام داده. به گفته خودش زیبایی اونمو گردنبنده تانسته که به تصویر بکشه. این یک نمای دور از نقاشی است که معلوم میشه و اینجا یک گردنبند ساخته از کوزه هایی که جمع کرده. یک کلکشن از کوزه ها رو جور کرده بوده، بعد از او گردنبند از او جور ساخته و گردنبند های مختلف. ایم که اگر از نزدیک ببینین خط معلوم میشه، اما از دور احساس یک زنجیر براتون میده. من واقعا گاهی وقت خیلی خوشم میاد از که اینقدر تمام چیز میتونه ساده باشه اما در این حال بسیار مقبولم باشه. اینو میبینین مرواری داره چقدر مقبول. من که عاشقش هستم و خوشم آمد. بچه ها اینو میبینین؟ وای چقدر قشنگه. باور کنین چیزی که در ویدیوست نه متفاوت است، خیلی قشنگه. یعنی وقتی سعی میکنی احساس که چیزی هم نیست اما خیلی تکسچر قشنگی داره. I love it. چی فکر میگن؟ فکر میکنن که راستیست؟ من فکر میکنم راستکیست، اما نقاشیست و اینقدر با تچای ساده جور نقاشی کردیش که آدم فکر میکنه که واقعا جور شده، یعنی چیزی است که لمس میشه، اما فقط سطح صاف است، هیچ تو برآمدگی و تکسچر چیزا نداره، خیلی سافت است و خیلی قشنگ است.
گاهی وقت ارزش بعضی چیزا را با نگاه یک نقاشی و یا یک چیزی که شبیه عکس باشه میتونین درک بکنین. مثل گردنبند که من هیچ وقت فکر نمیکردم که با ارزش باشم، بعد از نقاشیش ارزش درک کردم. و یا این انگشتر سیاهی را که میبینین، یعنی من بسیار زیاد در افغانستان از این انگشتر را دیدم، اما توجه من قدر در خود جلب نکرده بود، قدر که نقاشیش توجه من در خود جلب کرده. و این کلانترین گردنبندی بود که انستال شده بود اینجا. و وای این رو میبینین چقدر چیدمان قشنگ، بخی احساس یک دستبند و یک گردنبند بر آدم میته. این هم مرواریدهای سیاهی که روی زمین تیت شده و افتاده. و این هم یک بخش کلان از یک گردنبند که من فکر میکنم میشه گردنبندش بوده و او اولیه دستبندش بوده که ساخته. ولی خیلی قشنگ جور کرده، آفرینش، خیلی عالیسته. اینو میبینه خطای خیلی ساده اما برات احساس میته که شاید یک زنجیر باشه یا یک گردنبند. اینجا منتظر بودیم تا مهمانا بیایه و این آمد، همگی جمع شدن تا اینا صحبت بکنن. خب بچه ها اگزیبیشن هم تمام شد، حالا من میرم طرف خانه و بسیار ببخشید که از چای خوردن و نوشیدنی خوردن و کیک خوردن و خلاصه از قسمت خوردن هیچ ویدیو نگرفتم. میدانین که تنها تو نیستم، هر کسی دیگه هم که غذا خوردنی رو ببینه تمام چیز یادش میره. من از این جمله آدم هستم کنم مجزا نیستم دیگه. گوشوارای من میبینین بچه، گفتم گوشوارای من میبینین خودم جور کردم و چرا ایچ است بختری طرفش آی است باز میشه های. و حالی من از رای پارکینگ میرم طرف خانه. فکر نکنین که موتر دارم میرم طرف موترم، نه موتر ندارم، پایی دارم. بله خب تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. تشکر از اینکه ویدیو مرا تماشا کردین دوستان. بای.